بله سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری خوب هستید؟ آخر وقت من محمدم از یزد. خیلی کوتاه آقا محمد چون وقت کلا تموم شد. اول به حضور شما عرض کنم که قبر مادر امام زمان علیه السلام در سامرا در حرم مطهر امام هادی روی قبرم نوشته این قبر مادر محمد فرزند امام حسن عسکری است. این یکی. دومی که در رابطه با مادر حضرت امام عصر 4 نقل هستش، چون به دلیل حسدی که وجود داشته در رابطه با امام حسن عسکری این خود مشکل بوده. درست. به هر صورت یه عده‌ای میگن که مادر امام عصر کنیزی بوده که در نزد حکیم خاتون بوده، یه عده‌ای میگن که یک کنیزی بوده مثلا تو سودان بوده، یکی هم که همین برنامه مثلا نرجس هست و که به نقلی میگن که اسمش نرجس بوده. ولی در هر صورت هر که بوده، اونایی که دنبالش بستن که از ران زایده شده و اینا همش دروغه. از ران رایده شده اینا چیزای غلویه که اونایی که بی‌عقل بودن، اونایی که عقل نداشتن، فکر می‌کردن اینا مثلا باعث علو درجات اینا میشه، باعث مثلا فرض کنید که فضیلت اینا میشه، اینا رو برداشتن مثلا جریان طبیعی پروردگاره که عوض کردن و از ران زایده میشن. اینا همه چیزای ببخشید چرت و پرته که درست کردن. اینا معلوم نیست کی درست کرده. توجه میکنید اینا معلومه کی درست کرده برادر عزیز؟ همین کلینی و مجلسی درست کردن دیگه. کی درست کلینی اینا نقله، اینا نقل کردن، اینا روایت نیست اصلا. اینا چیزای درست کردن که من میگم اینا در کوزه یعنی باید بدن در کوزه آبشو بخورن. اینا آقا محمد من تعجب میکنم مثلا همین آقای مجلسی این از رجالیون شیعه بوده که مثلا رفته شرحی بر اصول کافی نوشته و تصحیح و تضعیف کرده و خیلی از علمای شیعه هم تصحیح و تضعیف ایشون رو قبول دارن. ایشون یعنی اینقدر بیعقل و بیشعور بوده که همچین روایتی رو در به حال رمار آورده و گفته با سند معتبر. آقای انصاری، آقای مجلسی میگه من جمع آوری کردم احادیث. نه در حق الیقین آقای محترم در حق الیقین من نشون دادم محمد جان، من نشون دادم در حق الیقین میگه با سندی معتبر. خب سندش که به ادعای ایشون بوده، ما کار نداریم که اصلا ببینید قول انما انا بشر مثلکم. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر آقا محمد. الله متعال فتون کنه. تشکر از شما. الله متعال فتون کنه. من تعجب میکنم آقا در حق الیقین در بهارما میگه با سندی معتبر. ببینید در حق الیقین صفحه 277. این حق الیقین هم کتاب کیه؟ کتاب حق الیقین از علامه باقر مجلسیه، محمد باقر مجلسی. اینم شناسنامه‌اش، اینم صفحه کتاب. میگه دو شیخ بزرگوار، شیخ محمد ابن بابوی قمی و شیخ طوسی در کتاب‌های غیبت به سند معتبر روایت کردن از بشر بن سلیمان. کل جریان این بردهداری و این حرفایی که ما تو کلیپ آورده بودیم و از رام بدونیم اومدن تو همین روایت ها اومده. حرف ما نیست. و اینکه قبر ایشون در سامرا هست، خب الحمدلله این شبهه برطرف شد که چطور رفتن واتیکان، ایتالیا، هوایی رفتن، زمینی رفتن، دریایی رفتن. این واقعا سوال بود برای ما، چطور اجازه دادن اهل بیت که دختر تک و تنها دوباره برگرده واتیکان بره اونجا؟ شاید هم سفیر تعیین کردن اونجا. حالا هر چه اتفاقی که افتاده یکی از اینا دروغ میگه، یا شما آقا محمد یا اون آخونده که تو شبکه رسمی امام حسین صحبت میکنه. ما موندیم، شیعیان موندن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توفیق بده که تعصب رو کنار بگذارید و قرآن کریم، این کتاب آسمانی، به این حبل الله چنگ بزنید و به قرآن عمل بکنید و به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. oh